کارمندان شعبه منطقوی مبارزه ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت حالتی به فروش برآوردن تانگا از متل قیمتبها را آشکار نمودند. صابرجان ارگاشوی 36 ساله ساکن جماعت دهات اسفیسار ناحیه باباجان غفورов دو عدد تانگای دورشکل سلطنت روسیه پادشاهی را به فروش برآورده است که از خولای متل نقره با یاری 875 ساخته شده وزن خاصش 420 گرم را تشکیل می‌دهد. تانگاهای مذکور به گروه متل‌های قیمتبها داخل شده همچون متل قیمتبهای غیر معیشی در قلمرو جمهوری تاجیکستان داد و گرفت آن عهد غیر قانونی اعتراف گردیده است و از همین سبب نسبت ارگاشوف با ماده 284 کودکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز کرده شد. حبس مأموری 7 روزه عاقبت دلخوشی به مورد 3 جوان ساکن شهر خوجند است که در اساس ماده 460 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری تطبیق شده است. هنگام دوره سبکروی تمغه دیو نکسی راه دادن به بی‌ترتیبی در خیابان مرکزی شهر خوجند توسط شبکه اینترنتی پنهان گشت و میلیسیا جوانان کژرفتار را به جوابگری مأموری کشید. پنهان گشتن همین نوارهای خللدار کننده ترتیبات در شبکه‌های اینترنتی و شرح و ایراد استفاده برندگان سامانه‌ها سبب شد که نسبت راننده سبکروی تمغه دیو نکسیای در نوار انعکاس یافته عزیزوف شهرت بهراموویچ و دو رفیق او بویروف ایرج فردوسویچ اخونوف بهادور مقصودجانویچ سال تولدشان 2001 استقامت کنندگان شهر خوجند میلیسیا تاثیررسانی حقوقی تطبیق نموده هر سه اشتراکچی حادثه را جوابگر نماید. با همسینفونم سیر و گشت کردیم. نخست من خوشم رفت و راه نگاه کردم یک طرفی دست چپم نگاه کردم. بعد سونی آموز گذشتگینده نگاه کنم آشنام پاچکشه آوینا برآوردگی بود. طوری در نوار دیده می شود جوانان در کوچه مرکزی شهر خوجند خیابان اسماعیل سامانی با کژرفتاری راه داده نمایشکارانه از داخل واسطه نقلیات توسط آینه پای خود را بیرون برآورده گویا با همین اصول افضلیت خود را نشان داده شدند. ما با یک 10 سکند پامو رو برآورده خیر بی‌عقلی کرده میکنم. قابل قید است که چنین رفتار گواهی کاستگی اخلاق می باشد نه نفوذ در جامعه. میلیسیا شهر خوجند شخصیت جوانان به انتظام را معین و برای خللدار کردن ترتیبات جمعیتی در اساس ماده 460 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری پرونده مأموری ترتیب داد. حبس مأموری 7 روزه عاقبت دلخوشی به مورد 3 جوان است.